حضرت موسی به عروسی دو جوان مؤمن و نیکسرشت قومش دعوت شده بود. آخر شب در هنگام خداحافظی اسرائیل را بر بالای خانه بخت و حجله عروس و داماد دید. از او پرسید تو اینجا چه میکنی؟ اسرائیل گفت امشب آخرین شب زندگی این عروس و داماد است. ماری سمی در میان بستر این دو جوان خوابیده و من باید در زمان ورود به همبستر شدن آنها در این حجله جان هر دو را به امر پروردگار در اثر نیش مار بگیرم. موسی با اندوه از ناکامی و مرگ این دو جوان نیکوکار و مؤمن قومش رفته و صبحگاهان برای برگزاری مراسم دعا و دفن آن دو بازگشت. اما در کمال تعجب و خوشحالی عروس و داماد زنده و خندان از دیدن پیامبر خدا در حال بیرون انداختن جسدی مار سیاه بودند. از خدا دلیل دادن این وقت و عمر اضافه به ایشان را پرسید. جبرئیل نازل شد و گفت دلیل را خود با سؤال از اعمال شب قبل ایشان خواهی یافت. موسی از داماد سؤال کرد دیشب قبل ورود به حجله چه کردند؟ جوان گفت وقتی همه رفتن گدایی در زد و گفت من خبر عروسی شما را در روستای مجاور دیرتر شنیدم و تمام بعد از ظهر و شب را برای خوردن و بردن یک شکم سیر از غذای شما برای خود و همسر بیمارم در راه بودم. لطفاً به من هم از طعام جشنتان بدهید. به داخل آمدم و جز غذای خودم و همسرم نیافتم. غذای خود را به آن مرد گرسنه دادم. خورد و برایم دعای طول عمر کرد و گفت برای همسرم هم غذا بدهید. او نیز چون من 3 روز از غذای مناسبی نخورده. با خجالت قصد ورود و بستن در را داشتم که همسرم با روی خندان غذای خودش را به مرد داد و او در هنگام رفتن برای هر دوی ما دعای طول عمر، رفع بلا و شگون مصاحبت با پیامبر خدا را در اولین روز زندگی مشترکمان کرد و رفت. وقتی قصد ورود به حجله را داشتیم مجمعی از دست همسرم بر روی رخت خواب افتاد و باعث مرگ این مار سمی که در رخت خواب ما بود گشت. پس ما هر دو دیشب را تا اکنون به عبادت گذراندیم و العجب شادی ما از این است که دعای آن مرد بر شگون مصاحبت با شما نیز به اجابت رسیده. جبرئیل علیه السلام فرمود ای موسی بدان صدقه و انفاق باعث رفع بلا و طول عمر شده. این بر ایشان بیاموز و داستانشان بر همگان بازگو باشد که چراغی گردد بر خلق ما برای نیکی به دیگران و مصاحبت پیامبرانی چون تو در جنت.